وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 20 اکتبر سال 2022 در جلسه خود یکباره در 3 قرائت طرح قانون را قبول کردند که در حالت ویژه به ساکنان مناطق مرزی ولایت‌های بادکند و اوش دادن سلاح را اجازت می‌دهد. از این پیشنهاد 63 وکیل پشتیبانی کرده و تنها 3 نفر ضد آواز دادند. بررسی این طرح قانون در پارلمان قرقیزستان تا روز آخر پشت درهای بسته صورت گرفت. در عموم به 4 قانون از جمله قانون موبیلیزاسیا، قانون عهدهداری حربی، قانون سلاح و قانون ماموران مناطق مرزی تغییرات وارد کرده شد که موبیلیزاسیا اختیاری ساکنان مناطق مرز با ازبکستان و تاجیکستان در ولایت‌های بادکند و اوش را در جریان مناقشه‌های مرزی اجازه داده، ترتیب دادن و نگاه داشتن سلاح را برای ساکنان این مناطق خیلی ساده‌تر می‌کند. نماینده شعبه رابطه با جامعه و مطبوعات پارلمان قرقیزستان گفت وکیلان روز 20 اکتبر قرائت سیوم طرح قانون درباره وارد کردن تغییرات به برخی سندهای قانونگذاری جمهوری قرقیزستان در ساحه اقتدار مدافعی را قبول کردند. در سند توجیهی گفته می شود که یک هدف اساسی این تغییرات تنظیم حقوق مسائل مربوط به دادن اجازت به خریداری، نگاه داشتن و استفاده سلاح آتشفشان بوده. با قبول این قانون محدودیت‌های موجوده برای این از بین برده می‌شوند. همین طور تغییرات به قانون محدودیت سن و سال را در مسئله موبیلیزاسیا در شرایط ضرورت مدافع و حمایت منطقه‌های مرزی ولایت‌های بادکند و اوش از بین می‌برد. سن حد اقل برای موبیلیزاسیا 18 باقی مانده است، ولی در مورد سن حد اکثر دیگر یگان محدودیت باقی نمانده است. در پی مناقشه اخیر روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف بیش از 130 کشته و بیش از 400 زخمی به جا گذاشت، وکیل پارلمان اولان بقاسوف طرح قانونی را پیشنهاد کرده بود که تقسیم سلاح در بین ساکنان مناطق مرزی را اجازت می‌دهد. این طرح قانون در معرض محکمه عمومی گذاشته شد. در اول ماه اکتبر کمیته های پارلمان قرقیزستان از این پیشنهاد پشتیبانی کردند.